سرگرم حرف مردم بودم و متوجه نشدم کی چشمام سنگین شد که ای کاش هیچ وقت به خواب فرو نمی رفتم. مسافران گرامی، ایستگاه پایانی می باشد. آهای، کسی اینجا نیست؟ سلام. به قطار نرسیدیم، اما این پسر سرنخ خوبی میتونه برامون باشه. بازش کن. کمک! بی خودی خودتو خسته نکن، با شهر چند مایل فاصله داریم. اینجا کجاست؟ شما کین؟ از من چی میخواید؟ اینجا تگزاس و منم فرانک، سردسته گروه رانچ. چی؟ صبر کن ببینم. مگه اینجا تهران سال 1404 نیست؟ نه احمق، الان سال 1870 میلادی هستیم. تهران کجاست؟ هیچ کدوم اینا واقعی نیست. من دارم خواب میبینم. خواب نیست. بگو چرا اومدیم قطار نبود. مثل همیشه یه روز عادی بود و من داشتم میرفتم باشگاه. خیلی خسته بودم و تو مترو خوابم برد. تا اینکه چشمامو باز کردم دیدم تو اون ایستگاه متروکم. اون ایستگاه اسمش فلگ استونه. هر چهارشنبه ساعت 3 ظهر قطار میاد و تا 8 شب اونجا میمونه و پولا رو تخلیه میکنه. واسه رسیدم به اون قطار و اون پولا من دست به هر کاری زدم. حتی بهترین رفیقامو از دست دادم. باورم نمیشه. همه اینا واقعیه. معلومه که واقعیه. آخه این چیزها رو من تو فیلم‌ها دیده بودم. فیلم دیگه چیه؟ هیچی، چیز مهمی نیست. تو صورت ما رو دیدی، مخفیگاهمونم بلدی. پس دیگه الان یکی از مایی. خودتو برای فردا آماده کن.